میخوای بدونی چرا بعضیا همیشه خوشحال و پر انرژی هستن؟ رازشون خیلی ساده است. تفکر مثبت. در انتهای این ویدیو 5 تمرین کاربردی بهت میگم تا خیلی ساده تبدیل به یک مثبت اندیش بشی. تصور کن هر روز با لبخند از خواب بیدار میشی و با انرژی به استقبال روز جدید میری. این حس فوق‌العاده رو میتونی با 5 تکنیک تجربه کنی. مثبت اندیشی یه قدرت جادوییه که میتونه زندگی تو به کل دگرگون کنه. وقتی مثبت اندیش باشی همه چیز رو به رنگ خوشبینانه میبینی و باور داری که میتونی به همه چیز برسی. اول بگم که چرا مثبت اندیشی اینقدر مهمه. اندیشه مثبت بهت کمک میکنه تا با اعتماد به نفس بیشتری به سمت اهدافی که داری حرکت کنی. وقتی مثبت اندیش باشی انرژی بیشتری برای انجام کارات داری و به تقویت سیستم ایمنی بدنت و کاهش استرس‌های روزمرت کمک بزرگی میکنی. این باعث میشه روابط بهتری با اطرافیانت برقرار کنی و احساس شادی و رضایت بیشتری داشته باشی. حالا چطوری مثبت اندیش باشی؟ 1. هر روز برای چیزایی که داری شکرگزار باش. این کار بهت کمک میکنه تا روی نکات مثبت زندگی تمرکز کنی. 2. جمله‌های مثبت رو تکرار کن و باور کن که بهشون میرسی. مثلا من لایق بهترین ها هستم یا من هر روز به اهدافم نزدیکتر میشم. 3. به جای تمرکز روی مشکلات به دنبال راه حل باش. حتی در بدترین شرایط هم نکات مثبت رو پیدا کن. 4. بودن در کنار افراد مثبت انرژی مثبت رو به سمت جذب میکنه. 5. افکار منفی رو از ذهنت بیرون کن. به محض اینکه متوجه شدی که داری فکر منفی میکنی اونو با یه فکر مثبت جایگزین کن. پس از همین الان شروع کن به مثبت اندیشی و زندگی تو متحول کن. اگه این 5 تکنیک برات مفید بود لایک کن و حتما نظراتتو برام کامنت کن و این ویدیو رو از دست نده.